در دل مناظر آرامش بخش برتاین فرانسه، روستای کوچک گواسالادو، رازی تاریک و سوالی بی جواب را سالها پنهان کرده است. در اوایل دهه 1920 دختری خردسال به نام پاولین پیکارد ناپدید شد و سوالات بسیاری رو بی جواب گذاشت. ناپدید شدن اون همراه با کشف یک جسد تکه تکه شده روستا را در خوفی عجیب برد که بعد از سالها هنوز محققان و مردم محلی رو گیج میکنه. پاولین یه دختر کوچولو با یه لبخند قشنگ، کوچکترین عضو خانواده پیکارت ها بود. اما سرنوشت برای این دختر کوچولو یه کابوس تلخ تو آستینش پنهان کرده بود. یه روز تو آوریل 1922 در حالی که پاولین توی مزرعه مشغول بازی بود، بدون هیچ ردی ناپدید شد. بعد اون مادرش به سرعت پیش پلیس رفت و پس از اون یه جستجوی خیلی عظیم برای پیدا کردن پاولین به راه افتاد که متاسفانه هیچ نتیجه‌ای نداشت. چند هفته بعد توی اوج ناامیدی یه دختر شبیه به پاولین توی شهر شربرگ 400 مایل دورتر پیدا شد. پیکاردا با شوق و البته تعجب به دنبال پاولین رفتن توی شهر شربرگ و اونو به خونه آوردن. اما چیزی حدود یه روز دو روز بعدش متوجه رفتار بسیار عجیب پاولین شدن. اون دیگه نمیتونست به زبون محلی صحبت کنه، پدر مادر خودش رو نمیشناخت، همیشه سکوت میکرد و دوست داشت تو تاریکی بشینه و به یه گوشه زل بزنه. مورد اونجا خیلی عجیب میشه که وقتی یکی از همسایه ها برای تبریک پیدا شدن پاولین به خونه پیکارت ها اومده بود، به محض دیدن پاولین فریاد زد: خدایا منو ببخش، خدایا کمکم کن، و خیلی سریع از خونه فرار کرد. جالبه بدونید که چند روز بعد این همسایه تو تیمارستان منطقه بستری شد. خیلی ها معتقدند که اون روز این همسایه شیطان رو ملاقات کرده بود. مدتی بعد یک کشف هولناک و عجیب آرامش کل روستا و خانواده پیکارت ها رو به هم میریزه. یه روز یه دوچرخه سوار که از کنار مزرعه پیکارت ها میگذشته ناگهان با یه جسد مسلح و تکه تکه شده روبرو میشه. به سرعت پلیس رو خبر میکنه و پلیس هم بعد بررسی صحنه جرم مطمئن میشه که جسد بدون سر متعلق به پاولین بوده، چون دقیقا همون لباسهای پاولین تن این جسد بدون سر بوده. اما سری که کنار جسد افتاده متعلق به یک مرد بزرگساله. همچنین دستها و پاها هم متعلق به افراد مختلفن. و اینجاست که موضوع خیلی عجیب میشه و پلیس با توجه به چیدمان جسد زنش به سمت گروه‌های شیطان پرستی میره. خانواده پیکارت ها هم در واقع جسد پاولین رو میبینن و اونو تایید میکنن و یه سوال عجیبی که براشون پیش بیاد: پس اون دختری که الان تو خونشونه کیه؟ بعد دفن پاولین اون دختر مرموز هم به شهر خودش برمیگرده، اما بعد از چند روز مریض میشه به شدت و از دنیا میره و رازهای بسیار زیادی رو هم با خودش دفن میکنه. بالاخره سوالهای زیادی پیرامون پاولین و این پرونده مرموز بود که برای همیشه بدون هیچ جوابی باقی میمونه و گواسالادو
یه روستای کوچیک تو فرانسه این راز رو برای همیشه با خودش دفن کرده.